عزیزان، گاه گاه به چیزهایی که ساخته دستی بشر نیست توجه کنید. مثلا به یک ستاره، به یک درخت، به یک گلی زیبا، به یک رودی بیقرار. به خاطر آنکه از دیدن آنها رشد کنید و کمال یابید و همچنین بیاندیشید که شما در این کائناتی که زندگی میکنید و به سر میبرید تنها نیستید. و چیز دیگر این که یک بار به یک درخت توجه کنید، چون یک درخت همه تلاشش رو میکند تا اینکه در نهایت و تا نهایت رشد کند و هرچی قوه دارد ریشهش رو مستحکم میکند تا اینکه قد افرازد. اما ما انسان ها به قدری باید و تا آخرین قوه و انرژی که در وجودمان داریم برای رشدمان تلاش نمی کنیم. تا یک سطح رسیدیم کفایه میکنیم. به این خاطر است که میگوییم برای رشد و کمال یافتن به چیزهایی که ساختی دستی بشر نیست توجه کنید. با مرکز خرد بمانید تا بهترین ها را بشنوید.